بسم الله الرحمن الرحیم. باید درک بکنیم که برای به دست آوردن همایی و بهبود کردن زندگی مردم اولا آزادی را باید ما به دست بیاریم و معلومه که برای آزادی را به دست آوردن این به آسانی به دست آوردن نمیشه. البته امکان ناپذیر است، چون که مقابل هر یک مظلوم و یک تعداد مردمی که از مظلوم یا که مبارزایی که هستن همه وقت ظالمی میستن و اگر در چیزی که هم چیزی اگر که به آسانی به دست میاد فراموش باید نکنیم که خیلی به آسانی به دست میرود. در بعضی دولت ها در همین سالهای آخر گذشته این هم مثال که مشاهده کرده شده. هر چیزی که گفتیم که قیمت داشته باشه او را برای به دست آوردنش البته زحمت طلب میکنه از آن جمله آزادی که همه چیزا با قیمت تره و قربانی هم طلب میکنه و تا امروز هم علاقه زیاد قربانی ها در راه داده شد. شما در رسانه خوانده باشین یک جوان نامش اگر من خطا نکنم سفرعلی حسنوف در وطن ایبدار کردگی بودن که عضو گروه 24 بوده و 5 سال محکوم زندانش کردن. شما در رسانه فکر میکنم که خوندگین خبر دارین، یعنی که اون نفر تشکیل کننده میتینگ ها بوده و در زلایی که مقصد که با واقعی گذشته بوده در اونجا هم اشتراک داشته، تحقیر کردگی بوده، رئیس جمهور استعفا گفته داد زدگی بوده و از زلا گوش میکرده. یعنی که به همین چیزا یک جوان دیگر عضو گروه 24 گفته او را 5 سال محکوم زندانش کردن. یعنی و با 3 جوان دیگر هم که لقای تبار گفتن، این مگر در رسانه ها خوندگی باشین، لقای تبار گفته دستگیر کردن برای تماشای نوار یا که در بعض نوارا کلاس موندن شو. ببینید بعض نفرایی که ما امروزا داریم فتنه میدوزن در بین ما به مثلی که میگن که فلانی ازبک است، ازبک گپ زدنش یا که لقای است، قنقرات است یا دیگر ملت است گفته، یا که میگه تاجیکستان برای تاجیکستانی باشه. ببینید که امروز مگر ظالمی که هسته خب به این بچه‌ها که لقای تبار میگن اونو به یا رحم کرد؟ نه. البته امروز اگر هر کسی که طرف ظالم صدا میکنن نوابسته از او که ملتش چیه بالای او ظلم میآیند. و بعضا سوال هم میشود که به بعضا سیاست مدارا را میگیرن که روشن فکرها را میگیرن که برای چی مثال به فلانی شما یک جا نیستین. من همه را در نظر ندارم. البته چیزی که خودم میدونم با یکی از نفرها که صحبت طولانی داشتیم و در آخر صحبت وقتی که من سوالش رو کردگی بودم گفتم که من آخر سوال نمیتونم پیش رفتنم و امیده جواب مرا کوتاه بودی فقط. خب من گفتم در سیاست خود چیه، تاجیک یا تاجیکستانی؟ و داشت گفت که تاجیک. من گفتم که خب بین ما فرق کلام ده، برای که در سیاست ما تاجیک نیست، در سیاست ما تاجیکستانی هست. یعنی که کوشش حرکت ما برای همه مردم تاجیکستان است، نه فقط برای ملت تاجیک. و اینم باید خوب درک کنیم که اگر نفری که خونی نافش در تاجیکستان ریخته باشه و ملتش دیگه باشه پس او گناه او نیست. منظورم یک روس های تاتار نیمس های نمیدونم یک عرب باشه کی باشه، هر کسی که باشه در تاجیکستان خونی نافش ریختگی باشه، در تاجیکستان تولد شدگی باشه، پس او برابر حقوقه. اونم در همون وطن برابر ما و شما حق داره. نمیشه که ما را در بیستیم خب در سین سالی می رود 18 تمام میکنه میخونه چند جو پگج میاد میخواست صاحب یک وظیفه بشه، در یک وظیفه که سمیخچه برای مردمش بگذارن یک خدمتی بکنه، بعد ما در سین 30 و 35 سالگیش بگیمش که نتر مثال چشما دیگه یا که پوستی تنه دیگره یا ملتی تا دیگه نباید در اینجا باشی بگیمش، یا که بگیم که تا عربی پس باید دولت های عربستان بره، یا که تو ازبک طرف ازبکستان سرش کنیم، روس باشی طرف روسیه. منظورم اینه که هر یک نفری که تاجیکستانیه برابر حقوقه. خب سیاست امروزه ما هم همین است که حرکت ما برای آزاد کردن از زیر ظلم همه مردم، برای بهبود کردن زندگی مردم نوابسته از ملتش و منطقهش. خب امروزا میخوان که به همین گپای یعنی که همین گپایی که هستن در بین ما تفریقه میدوزن، میخوان به همین چوکنن در بین ما یک مشکلات دوزن تا که ما بنمی و اندرمان باشیم، اونا چوکنن
اونا در پشت کاری خودشون یعنی که راحت باشن. یکی از چیزای دیگه شما ببینیم، خب اون نفر گفتیم که 5 سال گرفتن زندانی کردن. به خاطر چی؟ به خاطری که او تشکیل کننده میتینگ بوده، در زل دشنام دادگی بوده، استعفا گفته بوده، زل گوش نکرده بوده. جوان دیگه را گفتیم که لقای تورا که 3 نفر بودن زندانی کردن و حتی یک نفرش بگه مادر یک نفرش گفت زده که وقتی که همو بچه را میبرن همسر یمو چی میکنن، یعنی که فرزند میپرته دست پشت وزمین میده. اونم بینه که در یک سستیان یک شوک وقتی که میان یک زنه که دست پشت وزمین یا حامله داره که چنین خبر میرسونن. خلاص ببینه که در یک عائله چخل مثال برای این عدالتی، یک سیاست یک نادرست، چخل یک بالا یک عائله چخل یک روزی سیاه آورد. یا که یک افسانه‌ای که در بین میدرورن، گویا که یک دختر یک جوانی دیگه میخواستن که رئیس جمهور مقصد پلان شکسته بودن که برای از بین بردنش و گپای اونا را به طریق واتساپ به اینا گرفتگی بدن، پریپیسکای اونا را و از این به خبر شدن. خلاص مقصد چیه؟ یک جوان استعفا گفتگیه، دیگرش نوار تماشا کردگیه، کلاس موندگیه، دیگرش در واتساپ بدگیه. مقصد چیه؟ مقصد این خبرو در چیه؟ مقصد این خبرو فقط در ترس دادن مردم است. یک باره چند واسطه را در بین را آوردن و یک چند نفر قربان سیاست امروزه کردن تا مردم ترس بتن. یعنی باید را هشدارت میسوزه که تو فلانی باید تو زلو داند روی زلو گوش نکنی و فلانی دیگرت نباید تو کلمه استعفا را چی بری استفاده ببری، دیگر فلانی تو باید از فلان گروه دوری بجوی، نفر دیگری تو باید هیچ وقت اون کس دعوت نکنی برای میتینگ میدان دیگر جا. خب نفرهای دیگر تان شما باید این نوارا را تماشا نکنین، کلاس نمونین و ببینین که خودی واتساپ هم که یک فونکسیون دیگر برآورد که خیلی اخچه از داشته مستحکم کردگی اینا نیپروس تا این واتساپ در بین موندن. یعنی که باید شما همین برنامه را کار نفرمونین، شما را ترس میتن. متاسفانه بعض نفرها را میگیرن قربان سیاست خودشون میکنن تا دیگران را بترسونن. همین امروز یک جوان که میگیرن عیبدار میکنن که عضو گروه 24 نه، عضو گروه 24 ما به نام سفرعلی حسنوف نداریم. ما تمام نفرایی که هستن بعد از مکری که مثال بعد خیانتی که سلیمان قیموف در بین ما کردگی بود، بعد از او ما ششتیم نام نویس کردیم. هر یک نفری که اعضا هسته ما نام و نسبش، در کجا زندگی کردن او، در کجا مکتب خوندگی، بعد مکتب چیکار کردگی، با کی اشتخاص کردگی، در کدام ساحه کار کردگی، از همه اونا ما چی میگیریم؟ معلومات داریم. از همه اونا را ما نوشتگی داریم که ما با کی همکار هستیم و به هر نفری هم که امروزا به ما میبروین میخوان که عضو گروه بشون، ما اون در پیشنهاد میکنیم، میگیم برادر اون نفری که عضوه نفر طرفدار فرق داره. فرقش در چیه؟ نفری که عضو گروه میشوه کل معلومات او را ما در دست خودمون میگیریم، چه معلوماتی که ما میخوایم او را ما میگیریم و هر کاری که در این راه میکنه از پیش خود حق نداره بکنه. در آیین‌نامه ما اومده که از پیش خود حق نداره یگام نفر به مصلحت کاری را انجام بده. هر کاری که میشوه باید چی به مصلحت بشوه و هر یک نفری که یک جور سفر میکنه سفرش باید به مصلحت باشه. چون که مثال میگیریم که امروز مثال من یک از برام در بیرون یک کس قطعی بزن مگر یک کس مرا گرد شپلاق میزنه نمیدونم دهن بزنه بشکنه بنیمه بشکنه، هیچ کس نمیگه که مثال نمیدونم برادر شما زدم بنی شش کسانی که دندون شیخ میگن که عضو فلان حرکت همینی، یعنی که این ربط داره علاقه به حرکت. هر یک کاری ما دیگه به حرکت مون ربط داره. پیرو چیه در هر جایی که میبروه ربط داره، چه خوردن ما، چه رهگشتن ما، لباس پوشی ما، نمیدون پریدن دویدن هر چیز ما کشید اونجا به همین حرکت ربطش میتن. به همین خاطر نفر طرفدار نفر عضو فرق داره. از طرفدارا کی را میگن؟ طرفدارا نفرایی را میگن که حرکت ما را دستگیری میکنن، طرفداری میکنن، اونا نمیخوان که عضو باشن
اونا میخوان که مستقلانه کار برن و در کار اونا ما جوابگو نیستیم. نه، این معنای او را نداره که ما نفرایی که طرفدار میشوند متاسفانه نخواهی حالت ها گرفتار میشوند ما اونا را فراموش کنیم، یا که ما بگیم که این عموما این آدم ما نیست، ما به او کار نداریم و ما دست کمک به دراز نمیکنیم و برای صدا بلند نمیکنیم. نه، ایشان ما قبول نداریم. ما همه وقت صدا بلند میکنیم برای هر یک نفر مظلومی که است، هر یک هموطنمون که است. ما گفتیم که همه وقت در همه حالت حرکت میکنیم، برای صدا بلند میکنیم و چی کمک دستمون بیاد کمک میکنیم. و درباره این برادر سفرعلی حسنوف هم گفتیم که او را ایبدار کردن که تشکیل کننده میتینگا بوده. در 100% جواب میدونم که تشکیل کننده میتینگا که به تشکیل کننده میتینگا خودی ما بودیم که هر یک نفر که برادرایی که به قطعمون به نام نسباشون میدونیم و کسی دیگر تشکیل کننده میتینگ نبود. و هر جایی که رفتیم در چی مثال بگیم شهر در کجا اینجا گفتیم که در فلان جا فلان زل داشتگی بودن و دشنام تحقیق کردن. نه، ما در یگان زل نرفتیم که یگان دشنام تحقیق کردگی باشیم. اگر کلمه استعفا را یا تحقیر چی حساب کنن، خب کلمه استعفا اینا مجبور هستن که پس بروان 10 نفر 15 نفر 20 نفر 20,000 30,000 اینا را بگیرن همه را زندانی کنن. مگر تا این شب و روز این کلمه استعفا اومده است، تا این شب و روز صف تعداد زیاد شدن این خبر شب و روز شده. نه همه را نمیتونن، اینا فقط بعض نفرها را میگیرن، حتی اگر دلیل نداشته باشن اونا را زندان اونا را سرکوب میکنن تا دیگرها بترسن. ببینن که در بین استفاده بردن چی را زیلا، نه ببینن فقط در بین یک روز چی اخبارات اومد، زیلا، نوارا در کلاس موندن، واتساپ، کلمه استعفا. یعنی این چیزا شما را هشدار دادن که شما نمی گپا را باید استفاده نبرین و نمی پروگرامایی که هستن اینا شما کار نکنین. حالا که اگر که اینا بگذار ما وزیر من مثال میگیرم که یک منطقه میرم یا منطقه میرم دعوت میکنم میخوام برم قطعی مردم هم صحبت شم، در اوجا حق داره که طرفدارای رژیم هم بیان یا که یک آدمی بی‌طرف هم بیاد، به خاطر که صحبتی که من کردم ربط به همین وطن داره. تو همچنین شهروند تاجیکستان حق داره که برای گوش کنی که نسبت وطن تو چی گپ میزنن، یا که یک نواری که در چی میبرویه، یک نواری که در رسانه میبرویه تو میشنی تماشاش میکنی. تماشا کردن یو جنایت نیست. امروز آدما در رسانه میشینن تو دستبری و کلبری و آدمکشی و خودکشی و بلندیا پریدن و تایخو کردن همه اینا را تماشا میکنن. وقتی که یک نوار را تماشا میکنی بگذار من مثال میارم که برای بفهمیم. یک زنه که مثال یک پیرزن در قدر رفت، یک ماشین اومد زده کشه گذشت رفت. ما هم را میگیم کلاسش میمونیم، این معنی را نداره که ما را خشمون اومدم زنه که مردنش یا که ماشین زده کش یا که وقتی ما خشم را تماشا کنیم. او کلاس از زیر میکنه که تو 1,000 10,000 3,000 دروزه دیگه که داری اونا ببینن تو چرا کلاس کرده یا پدیلی چکایی تو اونا هم تماشا کنن. و امروز اگر که تو ما از برآمد میکنم تو برآمد مرا قبول هم نداشته باشی، برای که سخنای من ربط به وطن داره، تو یه هموطن من هستی، البته حق داری که هم کلاس اول که تو دروزهای دیگه ببینن تو چرا کلاس موده تماشا کنن، یا تو حق داری بگیری پدیلی چکنی چیزا. نه اینا چیکار کردن تا او درجه را ترس دارن که فقط در مبین یک روز ببینید که چقدر چیزا پیشنهاد مردم کردن که شما این امینو دست بکشین. یعنی زلو شما ندارین، زلو را گوش نکنین، کلمه استعفا را استفاده نبرین، میتینگ نگین، در یگان زال جمع نشین، لایک نمونین، ویدیو تماشا نکنین. واتساپ از همه مهم شما واتساپ کار را فرمونه، به خاطر که واتساپ امروز یک برنامه‌اش داره که خیلی بگیم که زشتش بهتره دیگه برنامه. من چیزا اشکار میگم تون ما نفرای داریم که تاجیکستان میروند میگردن میآیند، نمی قطعی هم صحبتن میروند با اخبار جمع میکنن با میبرویان میان، ای داخل تاجیکستان میروند قطعی با گپ میزنن میبرویان میان. منظورم این است که شما یعنی که ایدس بتن هشوره برای چی سخن رفتم. منظورم اینه که بعض نفرایی که میگیرن زندانی میکنن فقط اینا قربان سیاست اینا میشون که برای ترس دادن مردم اینا مجبورن که یک چند نفر را بگیرن زندانی کنن، اعلام کنن که به کدام گناه کردن تا دیگران را بترسونن. این مقصدی اساسی. و متاسفانه بعضا حالت‌ها میشه که
بعضا نفرها اعتماد میکنه به یک برادر نزدیکش، به یک دوستش، یکی همین دوستش چیکارش میکنه، میگیره مقصد با برای منفعت خودش، برای منفعت شخصیش میگیره برادر نزدیک خودش میفروشه. متاسفانه ایتری چیزان میشوه، ایتری حدیثان میشوه. خلاص بازم تکرار میکنم که اعضا را ای طرفدار فرق کنید. دینا وقتی که اینترویوی که من دادگی بودم، بعد از نشر همین مقاله اینترویوی که من دادگی بودم، تقریبا بعد از 15-20 منوت یا که مکسیموم نیم ساعت پس با یک اینترویو دیگه از طرف حکومت در حال برآوردن جواب دادن که این فلانی فلانی ای، خب ایرا فلان آدم آوردگیش بده. خب اون شخصی هم که گفته نامبر کردن، ما میگیم تون که اون نفرم چی بود؟ اعضا نبود، بلکه یک طرفدار بود. و ما در هر یک نفر که اعضا هسته در او بام تکرار میکنیم که در هر یک سخنش، در هر یک عملش، در هر یک رفتارش ما جوابگو هستیم. منظورم جوابگو بدن اون نیست که ما بیم در پیش حکومت امروزه اتشاد بتیم، منظورم نیست. منظورم اینه که ما در خلق گفته میتونیم، قطعی خلق، قطعی همکارای ما که هستیم، ما در اینا جواب گفته میتونیم که بله این نفر اعضای ما هسته. و اعضا را ای طرفدار باید که فرق کرد. و بازم تکرار میکنم که در نسبت طرفدارامون و مردم وطنمون در یگان حالت ما خاموشی را اختیار نمیکنیم. بالای هر کدام اونا که ظلم اومد و در حالتی که حتی اگر برادر، پدر، نزدیکای اون اگر که از ما تا خواهش کنن که شما میدونید بعضا حالتای شد که بالای یک نفر ظلمیه، وقتی که ما سخن میکنیم میگن که کار ما را به سیاست چی نکنین، آلوده نکنین. یا بالای تاییدیش یک درد میوه میخوای صحبت کنیم میگه آلوده نکنین. خب این مردم خستگیه که سر راه ای را بگیره. اگر امروز تو بگوی ترس دیگر فلان دیگری بگوی، پس اینجا معلوم میشه که ما بشینیم خب کنیم، هیچ صحبتی نکنیم، هیچ عملی نکنیم. پس برای کی باشه حرکت؟ و همین خاطر ریشه ما گرفتگی هم که حتی اگر هر یک نفر چی برادرش، پدرش، مادرش، هر کسی بگه که شما سخن نکنیم برای فرزندی ما یا برای برادری ما، برای پدری ما و چون میکنیم رد میکنیم، ما کارمون میکنیم، ما پشتیبانی میکنیم هر یک هموطنمون. و اگر سوالای نسبت صحبت امروزه یا که پیشنهادایی هست، مرحمت میگذاریم به سوال جواب. تشکر با دقتتون.